رفقای گل، خیلی خوشمندیم به ویدیو دیگه از چنلمون. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. چطورین؟ امروز اومدیم آموزش این که چجوری توی ماینکرافت فابریک 2 برابر ماینکرافت اپتیفاین یا بالاترین FPS ممکن رو بگیریم. بدون اجماع طلبی برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب رفقا، اول از همه تیلانچر رو باز میکنیم. روی تیلانچر مود در سمت راست پایین صفحه کلیک میکنیم. بعد از اون کریت رو میزنیم و یک نسخه فابریک X214 انتخاب میکنیم و اسمش هم میذاریم تست لایک کن. خب بعد از اینکه کریت کردیم ورژنمون رو، حالا میریم بخش مودپک و مینویسیم مینویسیم لایت کرافت. بعد از اینکه لایت کرافت رو سرچ کردیم میبینیم که یک لایت کرافت FPS بوست مکس رو روی صفحه‌مون داریم. روی اون کلیک میکنیم و میریم بخش ورژن دلخواهمون رو انتخاب و سپس دانلود میکنیم. بعد از دانلودمون ورژن رو یک بار باز میکنیم و میبندیم. بعد میریم بخش پوشه سمت راست پایین تیلانچر و توی پوشه ها به دنبال پوشه ورژن میگردیم. بعد از اینکه پوشه ورژن رو پیدا کردیم باز هم اینجا به دنبال لایت کرافت میگردیم که پوشهش رو پیدا کنیم. بعد اینکه پیدا کردیم میریم بخش مود لایت کرافت و از اونجا موداش رو کپی میکنیم و بریم بخش فایل های تیلانچر اصلی یا همون مود اصلی که قرار ورژنمون رو با اون اجرا بکنیم. اینجا مودهامون رو کپی میکنیم و بعد برمیگردیم به اولین پوشه تیلانچر و بخش مود رو از اونجا پیدا میکنیم و این مودها رو پیست میکنیم. اما چیزایی که لازمه، باید مودهای اضافی رو حذف کنیم و فقط این مودها رو نگه داریم. مودهایی که توی صفحه دارید میبینید همون مودهایی هستن که ما بهشون نیاز داریم تا بالاترین FPS رو بگیریم. پس از توی مودهای لایت کرافت مودها رو جدا میکنیم و اضافی ها رو حذف میکنیم و اینا رو توی این بخش این پوشه نگه میداریم. و یک مود هم خودم اضافه کردم که اسمش ریپلای مود هست. خیلی نمیدونم واسه شما کاربردی هست یا نه، ولی واسه من کاربردی بود که اضافه کردم. به اون اهمیت ندید، کاری که گفتم رو انجام بدید. بعد از انجام اون میایم بیرون از پوشه ها و تیلانچرمون رو لانچ میکنیم. نسخه 1.21.4 فابریک رو لانچ میکنیم. بعد لانچ ماینکرافت 1.21.4 فابریک میبینیم که ماینکرافتمون آماده است. ماینکرافتمون با یک مجموعی از مودها یا همون مودپک اصلی تیلانچر که کانفیگ شده است و ما کاستوم خودمون رو ازش ساختیم آماده است و میتونیم ازش استفاده بکنیم با بالاترین FPS ممکن. واقعا کی بهتون این آموزش رو میده؟ برای آموزش این که چه ریسورس پک هایی روی این مودپک نصب کنیم تا باز هم FPS بیشتری بگیریم یا چه مودهای دیگه ای لازمه که FPS بیشتری بگیریم، این ویدیو رو لایک کن، یه کامنت برای بذار پارت بعد و تا بهت آموزش بدم که چجوری ویدیو ستینگ کاستوم خودمون رو بسازیم. یعنی یه ویدیو ستینگی که الان میبینید و ما کامل کاستومش کنیم و بازم بالاترین FPS ممکن رو بگیریم. این دیگه تهشه بچه ها. از این آموزش بهتر پیدا نمی کنی واسه سیستم های ضعیف ها. من خودم سیستمم خیلی ضعیف و مشخصات رو توی پارت بعدی واسه تون میذارم. خب رفقای گل، امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. اگه کاربردی بود واسه تون حتما دکمه لایک رو بزن، یه کامنت مرامی بذار، یه فالو مرامی هم بزن مشتی. و به خدای بزرگ میسپارمتون تا یه پارت دیگه. خداحافظ.